من زید این قانون برآوردی من میتوانم تا پرزیدنت میرم. در حقیقت فرزندی من بیگناه است، بیگناهیش اثبات کنم. گناهگار با دعوت من برگشته از روسیه نمی اومد، با خواهش خود به نزد او نمیرفت. گناهگار همیشه رفتار میکنه. من تا جانم هست در حق فرزندم میزنم، تا سوتی اولی، تا پروکراتوری گنرالی، تا پرزیدنت میزنم. باید فرزندی من بیگناهیش اثبات شود نزد خلق و وطن، نزد پرزیدنت. فرزندی من تحقیق کننده نه پرزیدنت است نه خلق و وطن. با خواهش خدا من همین او با دعوت کردن خونه رفتم. من خودم دعوت کردم که فرزندی من با چیکار رای کردم تو به مهاجر مهنتی برای خدمت برای یاردم من نسبتی بیماری من 3 سال در ایرتی دکترم در زیر نظارت دکتر است. من برای پول و مهنت رای کردم تو چی جنایت صادر کردی، چی کمبودی کردی؟ من التماس اوچا جون گریه داره در طریق تلفن بنم که من یگون کمبودی یگون برزیدی نه حکومت نه پرزیدنت یگون کار یگون کمبودی ندارم. فقط من در سیستم مهاجر مهنتی با کار و خدمت خودم مشغول. وقتی که فرزندتون در روسیه در مهاجرت مهنتی بود به شما فشار می آوردن؟ او با آتش مکتوب کردن اومد. او با وحدت رفتن خونه شبانه همون بیانات گرفتن. باز بعد که آورده او با محکمش کردن 3 روز آدمی گناهگار خودش اومده به او با در اومده صحبت میکنه. 3 روز اومده دیگه 3 روزگی 4 روزگی بگشته محکمش کرده گیا. من در این نمیسوزم برای یه فرزندی بیگناه گناهگار خودش اومده خودش در گناه غرق کرده و در زیر محبس گرفتار میکنه. رفتن 6 کسی دیگه با شما دل وحدت میشویم. من نشناسم، من چی میدونم حیاتی من عائله کمبغالانه آسایشته گذشته. فقط در زیر کلفت عذاب من مهنت کردم کوه و جنگل با 2 فرزند روز گذراندم. من ای روی عذاب و مشقتی من در زمستان ماه ینور 8 ینور خطا نکنم فرزندی من و سفر روسیه رفته گیه. فقط تلفن میکنم من در شب خوابم میبینم زور گیرم که هر پدر شب طریق تلفنی ما 37 کیلومتر دور اومده تلفن میکنیم به فرزندمون صحبت میکردیم. او چه جا ما در تیک پیلکای دو طرف ما آب ریختیم و زندگی کردیم. من سوخته نمیرم که فرزندی من برای زندگی من اینقدر عذاب مشکل کرد. امروز در زیر پنجره تحت فشار حکومت قرار گیرم. من همیشه سوختم که تا مردنم در حق فرزندم میزنم. یعنی من اگر حاضر پرزیدنت کشور به این نوبت نگیری من رفته در دانی دریای خودم رو به قتل میرسونم که من چونین فرزند تربیت نکردم که با طرفی خاین پرزیدنت تحقیر پرزیدنت کرده باشد یا یکون خیانت دیگه به وطن کرده باشد. روی من نزد خلقی من همسایه من شما پرسید تفتیش کنه که می فرزندی من یگان گناه صادر کردن تا امروز فقط در خدمت جامعه و خلق بود. در همون جنبش خلقای کم بغل میره به این نوبت نمیگیرن سود و پروکرور و پدری محترم ما جناب یالی که من یم 3 سال بیمار هم این کسلی دیل هم دولینی هم ریمانتیز. من فقط محتاج دوستم پولی روسیه یاردمی فرزندم. این کس باشه خشتومه کلونی که کسلی رگ اپیراسی کرد که 10 باشه در 10 کورپوسی قلبالا در زیر نظارت دکتر. این یگان حکومت به نظر نمیگیره. ما 2 کس در این تیزاری دوستم کار کردن و فرزند بودیم متواز که امروز من به دعوتی من فرزندی من گناهگار میشه. من طریق تلفنی شو بر حولی من گشته گیم من میفهم فرزندو در حولی شب روز کردیم که فرزندی من چون اینقدر جنایت صادر کرده باشه از چی سبب و خود ما با دل ما تسلیم میتیم که وای خیلی کورون نیست. باز میگم خیاشی بی عقلی گفته نمیشه. سحر من تلفن کردم 1 ساعت طریق تلفنی من باید صحبت کردم. شما چی کم بودی ای دستون من